اشتیت را به تو خریدم ولیکن خواجه را در کم در این را برای جوری یکینم سهر جان تو را پشتی دوتا سراسر جمله عالم پر یتیم است یتیمی در عرب چون مصطفی سراسر جمله عالم پر ز شیر است ولی شیری چوی در با سخا سراسر جمله عالم پر ز نانند زنی چون فاطمه خیلی نساخو سراسر جمله عالم پر شهید است شهیدی چون حسین کربلا کن سراسر جمله عالم پر امام است امامی چون علی موسی رضا کن سراسر جمله عالم پر ز مرد است ولی مردی چون موسی با عصا کن سراسر جمله عالم پر ز عشق است ولی عشق یکی با تو سراسر جمله عالم پر ز پیر است ولی پیری چو خضر با صفا کو سراسر جمله عالم پر ز حسن است ولی حسن چو یوسف دلربا کو سراسر جمله عالم پر حدیث است حدیثی چون حدیث مصطفی کو سراسر جمله عالم پر ز درد است ولی درد چو ایوب صفا کو سراسر جمله عالم پر ز تخت است ولی تخت سلیمان و هوا کو سراسر جمله عالم پر ز مرغ است ولی مرغ چو بلبل خوش نوا کو سراسر کانگی کی پر ز مس شد ز مس اندر نیامد کیمیا کو سنایی نام کردیم خویشتن را ثنا خواندم بگو آن آشنا کو جان پر درد میبینم دوا کو ولی خوبان عالم را وفا کو آن سامی که نقش دو عالم تیار نوری محمد از همه پیش استوار ساخت کرسی و عرش و قلم را به کار ساخت برای نبی خدایی خود آشکار ساخت روچرخی لگون به هوا پایدار ساخت بشنو که بود سنگ تراشی به کوی تور نیکرد سنگ تراشی و میگفت یا غفور بنای مشم ز چشم من ایزار ناصبور دارم بدون ز شوق جمالی تو رفتم عشق تو سر کشیدم مرا بی قرار ساخت بری خوب خانه سنگی کنم تیار از نان و گوش پخته کنم دیگ و آوازار گرمی اگر شود زنمت پکر شمار سردی اگر شود کنم آتش عذاب بار میگفت این حکایت و چشمش گوار کرد اون سنگ تراش چل شب و چل روز کار کرد القصه تا که خانه سنگی تیار کرد بالشت و حادثن و دو جانب قطار کرد باری خدا چو چل صفحه زد و پایدار کرد قصر بشم پیش و نقش و نگار ساخت از سنگ و ساخت خوزه و امکاسه آریاب در را کشودم آن بین شد و استراب آور گوسفند زهنی و بیساب تا پخته کرد نان و پلو گوشتم کباب از هر طعام برای خدا خوشگوار ساخت گفتم که یادم این در و در باش کن میمان من شب و مرا سرفراز کن دستت به سوی نعمتی یادت کن بعد از جمال خویش مرا بی نیاز کن این گفت و رفت گوشدک اختیار کن ناگاه رسید حضرت موسی ز سوی دمشق از پیش روی خانه سنگی همی گذشت آن کوزه آن کاسه سنگی به هم شکست از دیدش نیم شد و در گوشه نشست خود را به شکر و معرفت کردگار ساخت آن سنگ تراش گفت که شد مدعای من در خانه هم در آمده باشد خدای من پر نور شد ز لطف قدومش سرای من بی جا نرفت این همه جمع و جفای من آمد به سوی خانه و دل اعتبار ساخت آن ساده دل به خانه خود کرد چون نظر بشکست از این کوزه و امکاسه سر به سر از دیده خود چکید کشید آهد شکر میگفت زار زار که ای خالقی بشر این که نی تو در دلشم غبار ساخت گفتم که ای خدا تو چرا زود رفته ای میمانیم نخورده امانت گذشته ای این کوزه ها و کاسه سنگی شکسته ای از هر زیادت خاطر ما را تو خسته ای میکرد گریا ناله خود را از یار ساخت
موساز کنج خانت چو آواز او شنید زاری و گریه کردن و میتابیش بدید از گوشش میان شد و تا پیش او رسید دیدش که خونج دیدم و رویش همی چکید لب در کشود پند و نصیحت به کار ساخت موسی بگفت که این همه کارت سوار نیست ای به خبر بدان که خدا خرد و خواب نیست گویاش بی زبان سوال و جواب نیست این خدمتی که پیش خداوند ساب نیست با قدرتش نگر که چی بیان معاد ساخت آن سلطنان این سخن آشفته حال گشت پیشانیش گریزد و خاطر منال گشت نومید کارخانه باری تعال گشت گاهی به حال آمد و گاهی میال گشت موسی به کوی طور قدم را گذار ساخت از حق خطاب شد که چی دستور کردی آن بنده را ز خدمت ما دور کردی بنشسته سر و جانو مخمور کردی از هر زیاده خسته و رنجور کردی چه روز و شب خانه سنگی تیار ساخت پیوسته بود روز و شب اندر خیال ما مشتاق اشتیاق و حسن و جمال ما مشغول از تو بود و شمس وصال ما کار دیگری نداشت و جز قیل و قال ما در عمر خویش ورد خود این کار و زوار ساخت آن بنده را نبود و ما عشق سرسری زودتر دراوی کن تو دل آسا و دلبری خوش بود اگر نشد کشمت از پیامبری گویا سلام من تو من بنده بیبری موسی ز سوز سینه چو آتش از آسا موسی دوید آمده با سوی سنگتراش گفتا که گشت خدا ز تو راضی تو شاد باش میمان شود خدا و تو این دم غم مباش اسباب خود درست کن و باش در تلاش آن بنده را به خدمت پروردگار ساخت آن سمسرات شد خبر خوش مجال شد موسی نبی به پیش خدا سرزنال شد در کوی طور رفت و عرض و نیاز شد این شاگری دیگر که چه سرزنال شد شیر بر بشر چه خویش به نقش و نگاه شد